السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزتمند، الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. عین حال ما در نزد یعنی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. هر کسی که تماشا میکنه یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستیم. رسول الله میگه البخیل یسمع اسمی ولا یصلی علیه، یعنی بخیل همون شخصی است که نام مرا میشنوه میگه و با من صلوات نمیفرسته. ببینید که الله سبحانه و تعالی در قرآن چی میفرماید در سوره احزاب: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله میفرماید که بدرسی که الله و ملائکه الله صلوات میفرستند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسانی که ایمان آوردن صلوات بفرستند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. هم خاطر هر کسی که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدن بگن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. خدا نگهبانتان باشه. شاید که این روز آخرین روز ما باشد در مدینه منوره. الله سبحانه و تعالی هیچگاه ما را و حاجی‌ها را، کسانی که شخصای با همراه ما هستند و کسانی که ما را تماشا میکنند، هیچگاه از این جا و مکان مقدس محروم نکنه. والله وقتی که انسانی که اگر که اصلا بخواه، وقتی که میشنوه که از همین جا که یعنی میروه، یعنی یک درد احساس میکنه، موی تنش میخیزه. اگر که صدقاً باشه، آمدگیش خاص به خاطر الله باشه. یعنی انسانی که در این جمعیان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت دارن، اینجا را دوست میدارن. المدینه خیر لکم لو کنتم تعلمون. مدینه خیره برای شما اگر که چیز بدونین. یعنی قدر قیمت منزلت اینجا اگر ما بدونیم، این برای ما خیره. اگر که دافت یا الله سبحانه و تعالی نصیب ما گردن زچ چی دیدار اینجا برای ما را خیره و ما را دوست داشتیم به خاطر الله و باز هم الله سبحانه و تعالی میسر ما گردون که باز آمدیم. اگر برای ما خیر باشه، اگر برای انسانان که خیر نباشه دیگه اومدن نمیتونن، یگون پرابلم میکنن، یگون مشکل پیدا میکنن، دیگه نمیان. اگر اهمیت داشتن دیگه اومد دوباره حرکت میکنن بیام. حالا اون که ما دپارتات سمای میجا نه کوشش میکنن به خاطر الله و به خاطر مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر جا و مکان مقدس حرکت میکنیم که بیایم به قدر استطاعت. کدامید که شرایط دارین خاص به خاطر الله بیاین. گفتی که با یه رکعت مبدل به 1000 ماشاءالله حرات نداره. خلاص که الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. دیدار در قیامت نشه آقا. در همین جا بازم بیاییم هم دیداری کنیم، بیاین نماز بخونین، طاعت عبادت الله بکنین. یعنی الله سبحانه و تعالی چون که میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون، چون که در قبرستان دیدیم اون روز میگه الله شما را یگان چی فایده نمیاره. لا ینفع مال ولا بنون، نه ملک و مال نه فرزندها یارده نمیرسونند. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر که انسانی که به قلب پاک بازگشته باشد به سوی پروردگار، اون انسان ها یعنی نجات یافته میآیند. الا من اتى الله بقلب سلیم و ازلفت الجنة للمتقین. الله میگه ما آماده کردیم جنت را برای اهل تقوا. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از اهل تقوا بگردانه، از اهل پرهیزکاران، از اهل مسجد، از اهل عبادت که همیشه با طاعت عبادت الله باشه. چی قدر که نگوییم کمه. با هم خاطر الله نگهبانتان باشه. باقی در امان الله با دعا باشین. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. برای که حضرت خداوند حاجیایی که هستن حضور دارن، الله سبحانه و تعالی حجشون خداوند قبول بفرمایه. طاعت عبادت الله، هر عمل هایی که بدی داشته باشن اون عمل هاشون به خواست الله، با یاردن با کمک الله ترک کنن و رزق روزی حلال باز هم الله سبحانه و تعالی نصیبشون بگردونه که باز هم بیاین به زیارت خانه خدا، به زیارت مسجد نبی صلی الله علیه و سلم، به زیارت صحابه ها و با طاعت عبادت الله باشن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. صلی اللهم علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.